خودش نشان داده شده است که این کشوری که ما در بورش گپ میزنیم از نگاه تاریخی از سرچشمه‌های خیلی خوب استفاده کرده است، خصوصا دانشمندان انگلیا و دزرسی و دیگر و همچنین از همون خود همون منطقه خیلی خوب است. مهم وقتی که این را ما بررسی میکردیم به هر حال اینستیتوت ما اینستیتوت تحقیقاتی است. در آینده اگر توسعه شود همین کتاب مثلا به طور کلی ترجمه شود و همچون یک دستاورد علمی ماند، اینم منطقه بیشتری معرفی مردم ما و مهمترین این است که این کتاب وقتی که ما خوندیم بررسی کردیم به طوری اگر نتیجه گیری در یکی از مجله اینستیتوت درباره‌اش کمتر معلومات آوردیم، خصوصا درباره شخصیت میرسعید علی همدانی که در همین کتاب آمده است. خصوصا اولین کتاب با همین میرسعید علی همدانی آغاز می‌یابد که این کس در همین منطقه کشور فعالیت کردن و حتی اشاره شده است که در منطقه کولاب تاجیکستان همین شخصیت میرسعید علی همدانی که برای مردم منطقه آسیای جنوبی از جمله مردم کشمیر خیلی خدمت‌های ادبی و جمله از مسائل دینی هم دیدیم خیلی نقش بریده است که تا امروز مردم کشمیر میرسعید علی همدانی را همچون یک بزرگوار اساسی تمدن و صنعت و ادب مردم خود می‌دانند و احتراماتی بین نهایت زیاد دارند. و خلاصه در اینجا چند اشاره هست. یک نوزکی دیگر در کتاب اونجا من مفصل آوردم، شاید در مجله اینستیتوت هم چاپ می شود میخونید. در اینجا یک عجایبش این است که کتاب یک چند سال می شود که یک نویسنده پاکستانی از تاجیک تباران پاکستان عارف آخونزاده چند وقت می شود که طریقی صفحه های اینترنتی مسلسل از همین کتاب و از دیگر منابعی که دائم تحقیقات میکند طریق که هر روز با تاجیکستان توسط رادیو تلویزیون اینجا چیز میکند، گزارش ها میدهد. عارف آخونزاده در سمینارهای تاجیکستان هم بسیار فعال است، مشارکت میکند و عارف آخونزاده یکی از محققان اساسی همین منطقه سوات است. مثلا در مورد همین مسئله اهمیت استراتژی ما در پیام استاد عینی هم که برای پسرش نوشته بود کمال عینی اشاره شده و دیگر اینجا نویسنده‌های زیاد ما اینجا اشاره کردن که تاجیکان که بودن از گذشته چی داشتن. اما در خود همین کتاب پروفسور محمد اختر پاکستانی چی آورده است؟ اینجا میگوید که درباره همین تاجیکان میگوید در زمان اصلا در منطقه سوات پاکستان امروزه دو برادر سلطان بهرام و سلطان فکهل یا فکهل بیبری بودند که از سال 1190 تا 2000 قریب سال 1990 از سال 1990 در همین منطقه حکمرانی میکردند. سال 1190 تا 1520 یعنی همین دو برادر در همین منطقه حکمرانی میکردند که این نویسنده همون تاریخ اونها رو در اینجا آورده است. اشاره که در اینجا هست در همین کتاب مطابق همین پژوهش همین نویسنده اینها اصلا در یک وادی مشهور پیچ ولایت کنار افغانستان امروزه تا منطقه های پاکستان امروزه از جمله شهر سیالکوت و لاغور و تا دریای در سند همین حکومت را داشتند. از اینجا در کتاب آورده شده است که خانواده آنها گیبری گبر گرفته اصطلاح است که عرب ها به زردشتیان میگفتند. برادران پسران سلطان کهجمند پسر سلطان پیچ بودند
تمدن و انعنه‌های خانواده آنها از تبار اسکندر ذوالقرنین و کوروش کبیر امپری هخامنشیان می‌باشد. سلطان‌های گیبری بیشتر با نام‌های سلطان جهانگیری معروفند. همین اشاره را در کتاب آورده است. و در اینجا نویسنده می‌گوید در کتاب تاریخ مختصر افغانستان تعریف عبدالحی حبیبی بنویت شخصیت مشهور است. این می‌گوید که آنها همین سلطان‌هایی که در همین دره سواد بودند آنها میگوید به لقب سلطان می‌خواندند که از دودمانی اجازه باشد شسته صحبت کنم در این پیچ کنه مرکز داشتن و افسانه‌های محلی آنها را به اولاد ذوالقرنین منسوب می‌دانند. یعنی این اشاره را در همین کتاب در صفحه 360 آورده است. همین طور اینجا یک اشاره دیگر کرده است نویسنده در اساس همین یک تحقیقات دیگری که ما اینجا کردیم اینجا میگن در این ضمن سندهای دریافتاده اصطلاح گبار یا گور را واژه در فارسی معاصر به معنای زردشتی اشارت میکنند. آن از واژه ارمی گرفته معنای آدم را میفرماند. این واژه در زمان سامیان برای یک به اشاره به بخشی از زردشتیان که در بین النهرین امروز عراق، سوریه و ایران مردم ارمی زندگی میکردند اشاره شده است. این واژه در زبان‌های بلوچی، کردی نیز دیده میشود که معنای مرد را دارد. همین گور یا گرگوی مرد در کردی گور به معنای بزرگ و گور کرکن به معنای بزرگی بزرگ یا پهلوان آمده است. خود زردوشیان مردم را گور و خود را گوران مینامند. همین اشاره ها داریم. اکنون میگذاریم به اشاره هایی که درباره منطقه سوات هست. امروز ما میدونیم که در پاکستان جایگیر است. نام همین سلطان ها را به نام سلطان های سواتی یاد میکردن. کلمه سوات اینجا اشاره شده است که چی معنا دارد، اما در اشاره که ما در اینجا یافتیم در معنای سوات در ریگویدا ذکر شده است که معنای منزلی عادلانه یا جایی که در اونجا عدالت بکنند و در زبان سانسکریتی معنای آب کبود شفاف را افاده میکنه. سواتی که ما میگیم همین اشاره آمده است و همین طور در اینجا اشاره شده است که اصلا این تاجیکایی که به اشاره های همین نویسنده پاکستان میارد در حاضر باقی مانده شون در این منطقه دیده می شود. اشاره میکند که در همین کتاب چنین میگوید درباره شهر منگلاورا که در سوات جایگیر. منگلاورا شهر است که در سوات کلان جایگیر است که قلعه رفیع و منیع دارد. تخت‌های سلاطین جهانگیری در این است. در همینجا اشاره کرده است درباره که همین شهر منگلاورا تاجیکان سواتی و مملکت غرب صفحه 366 کتاب همین آورده است. و در همینجا یک اشاره دیگر می‌آورد که سوات دارای تمدن‌هایی بود که از نشانه‌های آنها هنوز دیده می‌شود، خصوصا در تکسیله و هرپه اینجا که اسکندر مقدونی با همین پیوندی دارد. و یک چیز دیگر رو در اینجا اشاره میکند که در همین منطقه سوات خود این منطقه اثرهای قدیمه خصوصا بعضی نشان چیزهایی پیدا شده است که تا عصر 10 همینا باقی ماندند و هنوز بعضی یادگاری ها دیده می شود. یک اشاره دیگر اینجا میکند که تا سال 1969 سوات بخشی از ایالت قبیله یوسف زیها بود که سال 1849 از جانب آخوند عبدالغفور با نام سیف بابا چون دولت قوم اتنیکی بادیانشین کشاورزی بودند و چراگاهی میکردند. اساساً در هندوستان، پاکستان و افغانستان عمر به سر میبرند. و تارولیست ها، مردم تارولی یک گروه اتنولینگیست های هندو آریانی میباشند
توربانی ها نقل کردن افسانه های مردمی و موسیقی رو با سیتار صدا میدهند به نهایت دوست میدارند. همین خیلی اشارات. مردم گاوری یا کلامی نیز معروفند در اینجا که از تبوری بسیار بخشش. و در اینجا اصلا درباره اینجا صحبت کردیم. این اشاره که اینجا گفتیم، نکته اساسی این بسیار معذرت میخوام که این دو سبب‌های تکنیکی اینجا اشاره که گفتیم درباره اهمیت استراتژی تاجیکان در کتاب‌های دیگر همین طور از اینجا شروع می شود. در اینجا معرفی اینجا را بیشتر هم اشاره کردیم که اروپاییان درباره خصوصا مسائل تاجیکان اشاره ها کردن که در همینجا هم خود نویسنده پاکستانی همون اشاره را آورده است. خود محقق پاکستانی گفته محمد اختر هم با همین کتابی که چاپ کرد توانست یک بار دیگر اثبات کند که زمان مردم تاجیک در همین منطقه سواتی امروزی پاکستان که جایگیر هست بودند و حکمرانی میکردند. این نویسنده است که زحمت کشید، خودش هم از روی در همین محله زندگی میکرد. اصلا معلم زبان انگلیسی بود، بعد همچون ادوکات کار کرد تا آخر حیاتش ادوکات بود و استخدام مدرسون شده همینطور. و اینجا خیلی درباره‌اش گفتیم خدمات دولتی در دانشگاه پشاور کار میکرد. نگوییم این کتاب یک بار دیگر بخشش باشد و طوری اینجا به طوری مفصل‌تر. فصل یکم کتاب درباره میر سید علی حمدانی اینجا اشاره کردیم که خودش اشاره کرده است و گفته است که در تاجیکستان قبول کرد. و همینطور در فصل دوم درباره عبدالوهاب یک شخصیتی که به نام آخوند پنجو یا پیر پنجو بابا معلوم است مفصل آورده است که اصلا گذشتگان است از قبیله تاجیک تباران ککل یا فکل بودند که در همین دره از خونه افغانستان تا اون طرف می‌کردند. و در زیرباب همینجا آورده است آخوند در ویزه سال تولدش اینجا آورده است از سلاطین بلخ بودند، زمانی در ننگرهار، لغمان و کشمیر حکمرانی می‌کردند. همینطور مؤلف در زیرباب چهارم کتابش درباره آخوند سالکی بلگرامی معلومات داده او را مریدان آخوند پنجم نیسوبتی نسبش به شاه عبدالله میرسد. و در زیرباب دیگر کتاب درباره دیوان سید راجع دیوان آورده است که این هم از همون بزرگانی همین منطقه بود که در اینجا یک شعری هم آورده است از همین کس به محمد بردری هر بار نیست اشاره میکند که این شعر هم به زبان تاجیکی میگوید. و همین طریق در زیرباب ششم کتاب درباره سید جلال الدین ترمذی معروف به سید جلال بابا با اسناد علمی معلومات آورده او را از حاکمان پکل میداند که در دوران اکبر اعظم حکمرانی میکرد. و در ادامه مؤلف باز دیگر شخصایی که در همین منطقه بیشتر نام داشتند و فعالیت میکردند در باره‌شان معلومات داده است. خلاصه در باب سوم کتاب واحد افغانستان پیش از اسلامی با استناد از ویدها، اوستا و تمدن قدیمی کیانی ها و سیستانی ها معلومات خوب در کتاب جای داده شده است. و در باب چهارم باشد اینچنین درباره تاجیکان سواتی که امروز در پاکستان بسیار یک منطقه مشهور است و اونها از گذشته که داشتن که در کتاب‌های بسیار قدیمی زردوشت هم اوستا خصوصا ذکر شده است، معلومات جالب فراهم شده است. که به طور اگر خلاصه گیریم اینجا مثلا هر یک اشاره که در این کتاب بود ما توانستیم برای صفحه همین کامپیوتر بیاریم که ما همچون دانشمند کمی هم باشد از اشاره های این کس معلومات حاصل کنیم. که اینجا اشاره های دیگر هم شده است درباره همون
اسکندر مقدونی هم اینجا آورده است و فروش کبیر هم در بورش و این طرح همین خیلی معلومات آورده. در باب هفتم همین خیلی اشاره آمده است و در زیر بابای اونها درباره کشمیر. خلاصه کتاب با ذکر 70 سرچشمه از فارسی و اردو و انگلیسی و پشتو جنبستش رو آورده است. که اینجا اشاره کردیم که همین از سال 1190 همین سلطنت اینا آغاز میشه تا 1500 ادامه پیدا میکنه و اینجا کلمه گبر خیلی اینجا آورده است. درباره سوات هم گفتیم که معنایش چی هست است. در بعد معنای چی رو اشاره میکنه درباره این اشاره کردیم. البته درباره همین گروه هایی که در اینجا گفتیم و یک اشاره میکنم برای ما بسیار باعث افتخار هم بود که از منطقه گیلگیت پاکستان دیدن کردیم. وقتی که به گیلگیت ما میرفتیم و یک محله رفتیم به نام محله همزه. همزه یک وادی به نهایت زیبای همین پاکستان است و جالبه این منطقه در آن است که یکی از زیباترین منطقه‌های جهان هست و مردم اونجا بیشتر عمری خیلی زیاد میبینن. از 90 بالا 90 100 110 قریب 115 120 هم میرسن و جالبترین در اون است که دهه خود دارد اونجا و زراعت اساسی این منطقه رو زردالو تشکیل میدهد و در همین جا زبان کوهستانی گپ میزنن. من شخصا وقتی با ما صحبت میکردیم خودی همون مردم ها میگن که ما کوهستانی هستیم. زبانی همون خودشون رو با کوهستانی یاد میکنن که و پشتو مانند است. اما در اصل همین نویسنده هم میگه که با آمدن همین قوم ها اینجا اشاره کرده است که در اصلا از گذشته های ما حساب میشوند با آمیخته شدن همین قوم هایی که در اینجا زندگی میکنن زبان اصلی تاجیکی حال در اونجا دیده نمیشود، اما با همین زبان هایی که در اینجا اشاره آمده در همین منطقه همزه هم با زبان کوهستانی گپ میزنن. مردم اونجا میگن زبان کوهستانی داریم که از پشتو کم فرقیت ها دیده میشود، لیکن به هر حال در همین کتاب اشاره شده است که بعد از آمدن گروه های گوناگون از هر منطقه همین مردم زبان رو گم کردن و در ادامه کتاب آورده است با آمدن امیر تیمور سال 1398 اینجا با که تغییرات به وجود آمد و همین طور این منطقه باز یک دیدگاه دیگر رو به خود گرفت و نویسنده در ادامه همین چیزی رو همش ذکر کرده است. شاید و یک جالبی در این است که درباره همین زحمتی که همین نویسنده کشیده است خیلی تحقیقاتی نو شاید یگانه تحقیقات در پاکستان حساب میشه، برای که یک نویسنده دیگر یک تاریخ‌شناس پاکستانی حسن دانی که به دوشنبه هم آمده بود یکی از تاریخ‌شناسان مشهور است، خودش هم از منطقه همین شمال پاکستان است، لیکن درباره همین تاجیکان یا منطقه سوات یگان اشاره‌ای از خود منطقه نآورده است. یک چند اشاره در کتاباش آورده است که فلان دانشمند انگلیس همیشه گفته است. یعنی شاید حسن دانی فرصت پیدا نکرده است یا که شاید اونقدر معلومات پیدا نکرده، اما این پروفسور محمد اختر توانست. خلاصه نتیجه آخران شما میخوام اینجا جنبست کنم. خلاصه شما میخوام بگم که این موضوعی که ما گرفتیم موضوع ادامه دار است. همون محقق پاکستانی آخونزاده هر روز قریب در رادیوی تاجیکستان هم صحبت میکنه، در گازیته‌های خصوصا یک روزنامه‌نگار تاجیک خالبک پیوسته درباره همین می‌نویساند و لیکن اساس سرچشمه همین است. سرچشمه همین روزنامه‌نگار تاجیک می‌نویسد، سرچشمه همین کتاب است. همین رو سند اساسی می‌دانند و خصوصا همون عارف آخونزاده از روی همین اشاره ها گرفته است.
سند اساسی همین کتاب است و همین که خلاصه نیایش کار می‌دانیم که در پاکستان امروز یک از روی معلوماتی که این آخوندزاده برای ما ارسال کرده است در مجله فرایدی تایمز هم روزنامه پاکستانی چاپ شده بود، در اونجا میگه که امروز در پاکستان یک اسوسیاسیون یک فورم که خود تاجیکان هستند یک روزنامه دارن نامش دیلی انجام به زبان اردو چاپ می شود. مرکز اساسیش رو بلوچستان، ولایت بلوچستان تشکیل میده که در همونجا چاپ می شود. اما سفارتخانه تاجیکستان با همین ها گاه در این یا آن مراسم بخوری کرده با همراهشون صحبت میکند. این هم یک چیزی یک عنعنه نو است که برای بیشتر معرفی مردم تاجیک. پاکستان خیلی میدونه که با تاجیکستان از همین سالهای استقلالیت و پیش از این هم همکاری ها داشتند و امروز هم همکاری دارند. لیکن اثرهای یا آثاری باقی مانده که امروز در پاکستان دیده می شود، استاد رجب خوبتر میدونند، اکثری آدم های هستند در این کشور که نامهاشون هنوز اشاره میکنند که اصلا اونا تاجیک هستند. مثلا میرزا عدیل، میرزا، کسی که با میرزا شروع می شود، از اشاره های اساسی که خود همون مردم هم ما از نزدیک همراهشون صحبت کردیم، حتما یا از بخارا یا از سمرقند یا از این اطراف اونجا رفتند و به همین چیز موندن. و دیگر اشاره مثلا بخاری، بیشتر آدم احمد بخاری، فلان بخاری میگن که اصلا ما یا از بخارا آمدگیم یا از سمرقند، که امروز اصلا نویسنده‌های بهترین دارد که امروز مثلا با همین نام و این اسوسیاسیونی که آخوندزاده اشاره میکنند اکثر اونها در آخر نامشون آمدگی است که تاجیک. مثلا راهبر همین اسوسیاسیون سهیل حبیب تاجیک، برای بنده هم افتخار بود که با کمیته المپیک پاکستان سال 2010 یک سفری خدمتی داشتیم که در آنجا ورزش فدراسیون توپ‌های دستی و بسکتبال در جای سیوم اشغال کرد تیم تاجیکستان. و وقتی که ما از همین شهر فیصل آباد و شهر کراچی حرکت کردیم، در شهر کراچی ما رو یک نفر پیشواز گرفت از راهبران شهر کراچی که آمد صحبت کرد، بخش ورزشی کار میکرد. سهیل احمد تاجیک. وقتی که همین رو دیدم اونجا میدونم که شما در چهاربینای رسمی خیلی کرسی میمانند و اون شخصایی که میبیان وای دارن یک معلوم است که بیج کد دارن، معلوم است نویستگی بود با زبان هم اردو هم انگلیسی. من گفتم این خیلی تاجیک. بعد تمام کردن مسابقه تمام شد، تیم ما جای سوم رو گرفت، خیلی افتخار بود برای ما. بعد صحبت کردیم زنده با زبان اردو، گفت که ما تاجیک هستیم، از اسلام آباد تا پشاور میرویم، یک محله خود است، یک دهه، اونجا دهه تاجیک. همین کلمه حروفات فارسی اگر اینجا استادان میدونن تاجیک نوشته، مثلا خوش آمده، اما خیلی گذشتم من شخصا من اونجا را دیدم، اونجا کسی که از اسلام آباد و پشاور حرکت میکنه همون دهه هست. خدا رحمت کند امر یزدان یک وقت اشاره کردن که اگر امکانیت پیدا شود یک هیئتی از تاجیکستان تشکیل شود و به همون دهه ها رو با مردم، لیکن زبان تاجیکی نمیدونم، اما تاجیک در نامش حبیب سهیل تاجیک. و این جالبی بود، این نشان میدهد که یعنی گذشته های ما در اینجا بودند و حتما این فرهنگ بزرگی ما داشتیم در این یا اون منطقه نقطه است.